طبیعت این دنیا چنین است که گاه بالای سر انسان وزنینی ها میباید، مصیبت ها میباید، دشواری ها میباید، یک مشکلات میباید که انسان از حل آن در حیرت میماند. امکان حل و فصل آن مشکلات و آن وزنینی ها و مصیبت ها را ندارد. آیا باره شده است که شما با چنین مشکلات دچار شده اید؟ یا در حیاتتان یک وزنینی آمده است؟ یا بالای سر شما قرض زیاد جمع شده است و نمیدانید که با کدام راه قرض خود را ادا کنید یا مشکلات خود را حل و فصل کنید؟ انسان عاجز میماند و در این حالت ما و شما تنها یک در میماند که ما آن در را بکوبیم. آن ذاتی که تمام حیات و تمام هستی در دست اوست. بله، الله حق سبحانه و تعالی یکی از نامهای زیبایش مهیمن است. هیمنت کل دارد الله حق سبحانه و تعالی بالای تمام هستی. و معنای مهیمن، این نام زیبای الله چیست؟ بیایید در این لحظه معنای مهیمن را بفهمیم. ترجمان قرآن حبر الامه، دانشمند بزرگوار صحابی کرام عبدالله ابن عباس رضی الله عنه در معنای مهیمن میفرمایند که الله حق سبحانه و تعالی حاضر و ناظر و مراقب اعمال ما و شما است و تمام هستی در دست اوست. مادامی که تمام هستی در دست الله حق سبحانه و تعالی باشد، مشکلات ما و شما، وزنینی های ما و شما هم در دست اوست. برای چی ما به الله حق سبحانه و تعالی روی نمی بیاریم؟ برای چی ما از الله نمی پرسیم؟ ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم چنانه که از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت شده است، میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم روز به مسجد داخل شدند و در مسجد ابو امامه را دیدند که وقتی نماز نبود در مسجد نشسته بود. از چهره هایش معلوم بود که ابو امامه بسیار غمگین بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میپرسند که ابو امامه وقت نماز نیست در مسجد چیکار میکنه؟ ابو امامه به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله، هم و غم زیادی دارم و قرضهای زیادی دارم و نمیدانم که چگونه هم و غمم را دور کنم و نمیدانم که چگونه من از قرض رهایی یابم، چگونه من از قرضهای زیادم نجات بیابم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند این دعا را حفظ کنید، دعای بسیار مهم است. حدیث صحیح است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابو امامه گفتند آیا من به تو یک دعای تعلیم ندهم که اگر هر صبح و هر شام این دعا را گفتی الله حق سبحانه و تعالی هم و غم تو را دور می سازد و الله حق سبحانه و تعالی تو را از قرضها نجات می بخشد؟ گفتند بله یا رسول الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر صبح و هر شام بگو اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن و اعوذ بک من العجز والکسل و اعوذ بک من الجبن والبخل و اعوذ بک من غلبة الدین و قهر الرجال. ابو امامه میگویند بعد آنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم این دعا را برایم تعلیم دادند و هر صبح و هر شام من این دعا را میگفتم، فاذهب الله عنی همي و قضا عنی دینی. الله اکبر. الله تمام هم و غم مرا دور کرد و الله حق سبحانه و تعالی مرا از قرض نجات بخشید. و چنانه که انس ابن مالک رضی الله عنه میگویند که من پیامبر صلی الله علیه و سلم را خدمت میکردم، در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم و پیامبر صلی الله علیه و سلم را بسیار میشنیدم که چنین میگفتند و این حدیث در صحیح بخاری روایت شده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل و ضلع الدین و قهر الرجال. این دعا هم مثل دعایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با ابو امامه رضی الله عنه
تعلیم داده بودند بسیار شباهت دارد که این دعاها صحیح است و اگر ما و شما این دعا را هر صبح و هر شام بگوییم، الله سبحانه و تعالی هم غم ما و شما را دور میکند و ما را از مشکلات و از قرضهای زیاد الله سبحانه و تعالی نجات میبخشد. و همچنین مرد روز به نزد علی رضی الله عنه می آید و میگوید انی مکاتب فاعنی علی کتابتی، میگوید من غلام هستم، به خوجین خود وعده دادم که من اگر به تو مبلغ دهم مرا آزاد بکن. راضی شد و من نمیتوانم آن مبلغی که وعده دادم آن را پرداخت کنم و من کمک کنید. علی رضی الله عنه به آن مرد گفتند آیا من به تو یک دعایی را تعلیم ندهم که آن را برای من پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلیم دادند؟ اگر تو آن دعا را هر صبح و هر شام بگویی، الله سبحانه و تعالی هم و غم تو را دور میکند و الله تو را از قرض نجات میبخشد. اگر آن قرض مثل کوه هم باشد، الله آن را از تو دور میکند و تو را از قرض رهایی میبخشد. گفت بله. گفتند بگو اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغننی بفضلک عمن سواک. اگر ما این دعا را هر صبح و هر شام بگوییم و آن دعایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابو امامه تعلیم دادند بگوییم و با آن یقینی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابگان تعلیم داده بودند. ببینید ابو امامه نتیجه کارشان را برای ما و شما خبر داده، میگویند که وقتی من این دعا را صدقاً گفتم، الله هم و غم مرا دور کرد و الله مرا از قرض نجات بخشید. با آن یقین ما این دعاها را بگوییم، الله سبحانه و تعالی ما و شما را تمام هم و غم ما و شما را، تمام مشکلات ما و شما و وزنینی هایی که بالای سر ما و شما آمده است، الله سبحانه و تعالی آن را از ما دور میکند و ما را از قرضهای زیاد نجات میبخشد. زیرا اینکه نام زیبای الله چی است؟ مهیمن است. یعنی تمام هستی در دست اوست و مشکلات ما و شما و حل و فصل آن هم در دست اوست. با نام زیبای الله دعا کنیم، بگوییم که یا مهیمن، ای ذاتی که تمام هستی در دست توست، تو شاهد هستی، تو حاضر و ناظر هستی، تو مراقب اعمال من هستی و تو مراقب این موجودات و این عالم هستی هستی. پروردگارا مرا از مشکلات نجات بده و از هم و غم را از من دور بگردان و مرا از قرضهای زیاد نجات بده. انشاءالله الله سبحانه و تعالی ما و شما را و مشکلات ما و شما را از ما دور میگرداند. دعا میکنیم که با نام زیبایش، با مهیمن که الله سبحانه و تعالی خودش را در قرآن کریم نام گذاشته است، الله سبحانه و تعالی مشکلات ما و شما را و هم و غم ما و شما را از قلبهای ما و شما دور بگرداند و الله سبحانه و تعالی ما و شما را و قرضهای ما و شما را به ادا نمودن کمک نماید. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.